شرم و ناموس به لباس مانندند. هر قدر فرسوده شوند به شرف نسبتشان همان قدر بے پروا می گردد. حکمت بزرگان. قلندر صدرالدین از شرم و حیا دیگر نمی توانست در اردوگاه گریزگان در قندوز بماند، زیرا هر یک گریزه قصه نکاح محمد اقبال را با قماندان غلام می دانست. خرد و کلان، زن و مرد هم در بین گریزگان و هم ساکنان افغانستان در این باره می گفتند و ملا قلندر و پسرش محمد اقبال را با انگشت نشان می دادند و او روز اهلی آیلش را گرفته به هرات می گریزد. ولی آیا می توان از بیشرفی فرار کرد؟ محمد اقبال نورس اساسی ترین مقدسات مردی را از دست داده بود، ناموس را.